روزی روزگاری توی شهر خیالی اورگلیمر که بین تپه‌های سرسبز و خیابون‌های سنگفرش بود، 4 دوست نامتعارف زندگی می‌کردند. ویلو گیاهشناس، لونا پیشگو، امبر آتش نشان و مورتیشای ساحر. با اینکه خیلی با هم فرق داشتن، یه نخ نامرئی از جادو اونا رو به هم وصل کرد. با ویلو آشنا بشید. موهاش مثل گل‌های وحشی بهاری بود. علاقه عجیبی به گیاه‌ها داشت. حتی وقتی بچه بود، خنده‌هاش میتونست گل‌های پژمرده رو زنده کنه. و اشک‌هاش هر جا میافتاد، خزه‌های سرسبز میرویدن. لونا چشماش آینه آسمون مهتابی بود و توانایی عجیبی در دیدن آینده داشت. از بچگی هشدارهای رمزآلودی درباره فنجون‌های شکسته و کفش‌های گم شده میداد. مامان، مراقب فنجون باش. اون الان لونا عزیزم چی شده؟ اتفاقی برای فنجون نمیافته. این موضوع اغلب مردم رو گیج میکرد و اونو منزوی. یه شب سرنوشت ساز وقتی به ستاره ها نگاه میکرد، احساس کرد یه نیروی نامرئی اونو جذب میکنه. از اون روز به بعد لونا با هیجان عجیبی هدیه پیشگویی خودشو پذیرفت. امبر آتش نشان عصبانی میتونست با یه حرکت مچ دست شعله ها رو روشن کنه. وقتی بچه بود، عصبانیتش به صورت آتش سوزی های ناگهانی ظاهر میشد و عروسک های محبوبش و پرده های خونه رو میسوزد. با این وجود روحیه آتشینش اغلب تحت شعاع ترسی که تو دیگران ایجاد میکرد قرار میگرفت. امبر، تو نباید از خودت بترسی. ما نمیترسیم. میدونم، فقط گاهی احساس میکنم همه چیزایی که مردم میبینن آتیشه. پس گرما رو بهشون نشون بده، نه فقط حرارت. و در نهایت مورتیشیا که تو حاله ای از خجالتی آروم پنهان بود و میتونست با اشباح دوروبرش دائم زمزمه میشنید و اغلب خودشو وسط اشباح پرحرف و پریهای بازیگوش میدید. اگرچه خجالتی بودنش باعث شده بود طرد بشه، اما توانایی‌هاش برای دیگران خیلی ترسناک و ناراحت کننده بود. مورتیشا، هدیه‌ات قشنگه. چیزی نیست که بخوای پنهونش کنیم و میبینیمت و نمیترسیم. ممنون. احساس پذیرفته شدن خوبه. این جادوگران نامتعارف که از خانواده و دوستانشون طرد شده بودند، تو همراهی همدیگه آرامش پیدا کردند و یه انجمن به اسم انجمن اورگلیمر تشکیل دادن. ما با هم قوی تریم، بیاین رسمیش کنیم. انجمن اورگلیمر، جایی که بهش تعلق داریم، هرچی هم خواست بشه. با هم میتونیم با هر چیزی روبرو بشیم. اون انجمن متحد از جادوگران یه هدف داشت: جلب رضایت مردم اورگلیمر. اگه این خوشحالی ادامه پیدا کنه همه چی از دست میدیم. بذار کمک کنم. طبیعت فقط یکم تشویق لازم داره. ویلو زانو زد و دستاشو رو خاک خشکیده گذاشت. موهای رنگارنگ شروع کردن به درخشش و اون یه آهنگ ملایم زمزمه کرد. داری چی کار میکنی؟ زندگی رو برمیگردونم. ماها زحمت به طور جادویی توی 1 دقیقه جواب داد. محصولات نه تنها دوباره زنده شدن، بلکه آماده برداشت بودن. اوه ممنون ویلو، محصولمون رو نجات دادی. فقط یک کمک کوچیک، بارون بیاد یا نیاد، زحمتهای شما لایق شکوفایی شدنه. شب بعد یه آتش سوزی توی یه مغازه اتفاق افتاد. شعله ها تمام دیوارهای ساختمون رو در بر گرفت. کمک لازم داریم، آتیش داره پخش میشه. شعله‌ها دارن بزرگتر میشن. برید عقب. اینو بسپرید به من. امبر اومد جلو، دستاشو بالا برد و شعله ها بهش واکنش نشون دادن و عقب نشستن، انگار که یه نیروی نامرئی اونا رو رام کرده. میتونستی. آتیش یه دوست قدیمیه. اون به حرف من گوش میده. فقط باید یکم قانعش کنی. تو ما رو نجات دادی امبر، ممنونیم. در خدمتم. مورتیشیا صدای گریه‌ای آروم شنید، دنبالش کرد و یه زن مسن به نام خانم هارلو رو کناره قبر دید که داشت اشک می‌ریخت. خانم هارلو، حالتون خوبه؟
خیلی دلم براش تنگ شده. شوهرم ادگار، فقط آرزو میکنم یه بار دیگه بتونم باش حرف بزنم. ادگار عزیزم، من اینجام. وای ادگار، خیلی دلم برات تنگ شده. 50 سال با هم زندگی کردیم. من همیشه با تو هم عزیزم. لازم نیست ناراحت باشی. زندگی تو بکن و خوشحال باش. تا وقتی نوبتت بشه منتظرت میمونم. اونا نمیتونن زیاد بمونن. حرف دلتو بگو خانم هالو. من ممنون مورتیشیا. ادگار تلاشمو میکنم، قول میدم. خانم هالو بلند شد و با یه بغل محکم از مورتیشیا تشکر کرد. ممنون، تو بهم فرصت دادی خداحافظی کنم. بالاخره میتونم آرامش پیدا کنم. باعث افتخارم بود. شما تنها نیستید خانم هالو. ما هممون اینجا کنارتون هستیم. روز بعد که مورتیشیا توی شهر قدم میزد، مردم با یه لبخند گرم بهش سلام میکردن. مورتیشیا، از کاری که برای خانم هارلو کردی خیلی ممنون. کارت برامون ارزشمند. فقط خوشحالم که تونستم کمک کنم. خداحافظی سخته. باید جلوشو بگیرم. لونا درست به موقع رسید تا دختر جوونی که میخواست از درخت بالا بره ببینه. اما صبر کن. چی شده؟ این خطرناکه. شاخه ضعیفه. یک کندوی زنبور اونجاست. ممکنه آسیب ببینی. اونا ندیدم. ممنون خانم. اشکالی نداره. بریم یه جای امن‌تر بازی کنیم. ممنونم لونا. دختر کوچولوی ما رو نجات دادی. فقط تونستم ببینم چه اتفاقی ممکنه بیفته. خوشحالم به موقع رسیدم. توانایی تو برای این شهر یه نعمته. خوشحال میشم کمک کنم. و با گذشت هر روز مردم اورگلیمر شروع کردن به پذیرفتن انجمن جادوگران به عنوان بخشی از زندگی روزمره‌شون. مردم شهر که قبلا ترسیده بودن حالا با ترکیبی از کنجکاوی و احترام بهشون نگاه. 4 دوست توی کلبه دنج ویلو جمع شده بودن و درباره ماجراجویی‌های اخیرشون صحبت می‌کردن که صدای در زدن اومد. جادوگرا، پرنسس الارا ما رو به یه شام سلطنتی دعوت کرده. وای چه شیک. این شام سلطنتی فوق‌العاده است. نمیدونم چرا ما رو دعوت کرده. معمولا اشراف با مردم عادی معاشرت نمی‌کنن. دقیقاً. ولی از طرفی ما مردم عادی نیستیم. ما جادوگران اورگلیمر هستیم. یه چیزی اینجا درست به نظر نمیاد. لونا منظورت چیه؟ هنوز معلوم نیست، ولی فکر کنم فقط یه راه برای فهمیدنش هست. نظر شما چیه جادوگر؟ آره، بیاین ببینیم جریان چیه. خوش اومدید جادوگران شجاع اورگلیمر. از اینکه دعوت منو قبول کردید ممنونم. افتخار ماست که اینجاییم اولی حضرت. باید اعتراف کنم که شما رو فقط برای شام دعوت نکردم. بلکه به کمک ما نیاز دارید؟ بله، دقیقاً. میتونستم. یکی تو قصر من داره آشوب پا میکنه و من نمیدونم به کی اعتماد کنم. اول جواهرات سلطنتی از خزانه دزدیده شدن. یکی از نگهبانان مورد اعتمادم و بیهوش پیدا کردیم که میگفت منو دیده که اونا رو میبردم، ولی من نبودم. گمراهی کلاسیک. شاید یه جادوگر باشه. نه، یه تغییر شکل دهنده است. تغییر شکل دهنده باید شکل شما رو گرفته باشه. ادامه بدید پرنسس. هر کی که هست به مناطق با امنیت بالا دسترسی داره و میتونه شما رو دقیقاً تقلید کنه. ببخشید اولیا حضرت. دوم، توی یه ضیافت دولتی چند مهمان بعد از نوشیدن آب میوه مسموم بیمار شدن. قسم خوردن که دیدن ندیمه شخصی من آب میوه رو میریخت. ولی اون تمام مدت پیش من بود. این خطرناکه. تغییر شکل دهنده فقط آشوب به پا نمیکنه. اون جون مردم به خطر میندازه. من یه الگوی از بین رفتن اعتماد رو حس میکنم. اونا میخوان شما رو منزوی کنن و غیر قابل اعتماد به نظر برسونن. و 2 روز پیش ملاقات‌های مخفیانه‌ای توی اتاق خصوصی من برگزار شده که من هیچ وقت اونا رو ترتیب ندادم. اسناد گم شدن و مشاوران کلیدی با وعده‌های دروغین گمراه شدن. به نظر سعی میکنن از داخل حکومت شما رو تضعیف کنن. باید نزدیکان شما باشن، کسی که میتونه آزادانه توی قصر رفت آمد کنه. این واقعا داره خیلی خطرناک میشه. باید یه کاری کنیم تا بحران رو دفع کنیم. جادوگرها دست به کار شدند. باید شناسایی کنیم کی به این مناطق کلیدی دسترسی داره. خزانه، سالن ضیافت و اتاق خصوصی شما.
باید با کسانی که نزدیک به محلهای جرم بودن شروع کنیم. حتما کسی چیزی دیده. میتونم سعی کنم به گذشته نگاه کنم، ببینم میتونم تصویری از تغییر شکل دهنده در حال عمل ببینم. و من میتونم ارواحو فرا بخونم. شاید اونا چیزی غیر عادی دیده باشن. بیاید فوراً شروع کنیم. هرچی این بیشتر طول بکشه قلمرو من بیشتر آسیب میبینه. به من نشون بده اینجا چی شده. پس تو بودی. ارواح اورگلیمر، حقیقتو به من نشون بدی. ممنونم. ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. بیا راهو به من نشون بدی. پیدات کردم. وقتشه ببینم چی قایم کردی. جادوگران دوباره توی اتاق سلطنتی جمع شدند. امبر شواهدی داشت که توی اتاق لرد آلاریک پیدا کرده بود. لرد آلریکه. تو هر تصویری که دیدم اون داره. آشوب به پا میکنه. اون میخواد از داخل سلطنت رو خراب کنه. شواهد واضح هستن. ارواح تایید کردن. اون خودشه. پس باید تمومش کنیم. خب خیلی تاثیرگذاره. جادوگران اورگلیمر، شما باهوشید ولی دیر کردید. نمیذاریم به این قلم رو آسیب برسونیم. میخوای چی کار کنی؟ یه میوه طرفم پرت کنی؟ فکر میکنید میتونید منو شکست بدی؟ شاید تنهایی نه، ولی با قدرت‌های متحدمون میتونی. بهم اعتماد کن. دیدم که تو شکست میخوری. طبیعت اونو ببند. شولا محاصرش کنید. ای ارواح اورگلیمر، شکل واقعیشو نشون بدید. حالا همه با هم اونو پاک کنی. ممنونم. قلمرو منو نجات دادین. قلم روی ما اولیا حضرت. اورگلیمر و مردمش خونه ما هستن. افتخار ما بود اولیا حضرت. هیچ کس در حضور ما با اورگلیمر در نمیفته. و ارواح نیکان ما وقتی بدونن شما روی تخت سلطنت هستین در آرامشن. جادوگران در یک ضیافت بزرگ به عنوان قهرمانان مورد تجلیل قرار گرفتند. جای شما همیشه اینجا توی اورگلیمر محفوظه. ممنونیم برای شجاعتتون. ما همیشه اینجاییم تو کمک کنیم. و از اون روز به بعد اورگلیمر و مردمش تا ابد خوشبخت زندگی کردند تحت نظارت قهرمان‌های نامتعارف خودشون، جادوگران نامتعارف.